آموزش می‌دهد و اگر عزیزان درس ها را از اول به طور منظم دنبال کنند انشاءالله به آسانی زبان فارسی را یاد می‌گیرند. خب شروع می‌کنیم. درس اول، الفبای زبان فارسی. برای یاد گرفتن هر زبانی ابتدا باید با حروف الفبای آن زبان آشنا شویم و اکنون الفبای زبان فارسی را برای شما عزیزان می‌خوانیم. شما تکرار کنید و حفظ کنید انشاءالله و نوشتنش را در درس‌های بعدی انشاءالله یاد می‌گیریم. از اول دنبال کنید. الف، ب،